یک روز بعد از هلاکت 4 سیاح خارجی در ناحیه دنغره، وزیر امور داخلی تاجیکستان جزئیات فاجعه را شرح داد و گفت ظاهرا این حمله بود که از پیش تحریزی کردند. جای بود باشی آنها در راه که حرکت میکردند معین کرده شد، چرابین‌های دستگیر کننده عملی کرده شد. در نتیجه عملی کردن یکی از آنها دستگیر کرده شد و یکی از آنها در جای در هنگام مقاومت نشان دادن سلاح نسبت کارمندان در جای حادثه نیست نابود کرده شد و 3 نفر دیگر که در فرار قرار دارند همه چراها برای دستگیر کردن آنها دیده شده ایم. رمضان رحیمزاده در نشست مطبوعاتی در روز 30 ایول در دوشنبه گفت یک گروه خاص مفتشان و متشکل از همه ساختارهای قدرتی به تحقیق حادثه مشغولند. این جنایت خیلی جنایت ننگاور است و خیلی از طرف رهبر دولت زیر نظارت گرفته شده. دستور سپاری شده به تمام مقامات‌های حفظی حقوق برای دستگیر کردن جنایتکار سفربر کرده شدند. وزیر امور داخلی گفت که 7 دوچرخه سوار خارجی روز 29 ایول در شاهراه به سمت ناحیه دنغره مورد حمله قرار گرفتند. 4 نفر آنها 2 نفر از شهروندان امریکا، 1 نفر از شویتساریا و 1 نفر دیگر از هلند در جای حادثه هلاک شدند. 3 نفر دیگر از جمله 1 شهروند هلند، 1 شهروند شویتساریا و 1 شهروند فرانسه زخمی شدند و در بیمارستان معالجه می‌گیرند. از روی اطلاع فوری آنها با خود کارد و سلاح آتشفشان داشتند. وزیر امور داخلی همچنین گفت فعلا تفتیش حادثه را دادستان کل برداشت دارد و همه فرضیه های این حادثه آموخته می شود. از جمله فرضیه صدمه نقلیاتی، سوء قصد و یا عمل تروریستی بودن این حادثه در رفت تفتیش معین می شود. فاجعه با سیاحان خارجی برای دولت تاجیکستان که امسال را سال رشد سیاحی خوانده برای انکشاف ساحت تلاش دارد خبر بد است و می تواند باعث کاهش رواهای خارجیان به کشور شود. رئیس جمهور امامعلی رحمان به رهبران 3 کشوری که شهروندانشان کشته شده اند اظهار تسلیت کرده است. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی دوشنبه.